سلام ستړي مه سئ ورځ مو نیکمرغه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ نن د کلمې بله برخه یا آخري برخه چې مونږ وایو ګرامر نور خلاصېږي په خیر سره هغه قیدونه دي قیدونه لکه چې ما مخکې په اول کې تعریف کړي وو هغه ژبني عناصر دي چې د یو فعل سره سروکار لري د یو فعل د پېښېدلو ځای یا مکان زمان او د هغه حالت څرګندوي زه داسې تعریفوم خپله قیدونه وګورئ زه په یوه جمله کې تعریفوم احمد هره ورځ ښوونځي ته په منډه ځي احمد هر روز دویده په مکتب میرود فعل شد اینا من قید رقم تعریف کردم هر کلمه که مکان یک فعل اینا کجا میرود مکتب زمان یک فعل کی میرود هر روز حالت یک فعل چه رقم میرود دویده این را قید میگم هر کلمه که زمان مکان و حالت یک فعل را مشخص کند او را چه گفته می شود قید گفته می شود قید بدون عوض اینا یک اصلی قید هست که او گردان نمیشه دوم غیر اصلی قید هست که او گردان می شود اگر قید گردان شد او را غیر اصلی میگم اگر گردان نشد او را اصلی میگم ببین مثلا غیر اصلی چرا گفته می شود خوب متوجه شوید غیری اصلی اینه من میگم احمد دروند گرزیده احمد سنگین میگشت اینه دروند قید شد قید شد به خاطر چی که حالت این فعل را مشخص کرده دی فعل حالت مشخص کړی دی واضح کړی دی دیتا سوال کیږي دیتا درون ګرځیده دیتا قید وایو ولی دا قید غیر اصلي قید دی ولی غیر اصلي قید دی ځکه زه وایم دا وګورئ احمد په پلوشه تبدیلومه پلوشه درنده گرزیدله سعی کن گرزیدله فعلتان گردان شد اینا قیدتان با پلوشه درون درنده اگر ایرا بگوییم احمد او پلوشه درنده گرزیدل درنده تغییر شد ایرا غیر اصلی میگم یا مثالی دیگر را نوشته میکنم من میگم زلاند پوخ پیژنم زلان پوخ پیژنم من زلان را از اصل میشناسم ولی اگر این زلان به مذکر هستند ز پلوشه پخه پیژنم من پلوشه را از اصل میشناسم پس سعی کن اینا پوخ به پخه تبدیل شد اگر بگوییم زلاند او پلوشه پخه پیژنم من زلان و پلوشه را از اصل میشناسم پوخ پخه اینا ای قیدها بود ای فعل را مشخص کرد اگر ای رقم قیدها که فعل را مشخص کنه و تغییر شوه ای را قید غیر اصلی و اگر تغییر نشد او را قید اصلی میگم مثلا آن قید که تغییر نمی شود من میگم خوب متوجه شوید من میگم پلوشه هر ورځ ښوونځي ته په منډه ځي پلوشه هر روز به مکتب دویده میرود آیا در زمان کدام تغییر آمد در مکتب کدام تغییر آمد در دویده کدام تغییر آمد نه خیر این قیدهای اصلی ولی این قیدهای غیر اصلی در قیدهای اصلی قید زمان میگم 2 بجه دیروز امروز فردا پس فردا 2 سال پیش 1 سال پیش 2 سال پس این قید زمان است
در مکتب، در بازار، در کوچه، در خانه، در اتاق، ای که هستن قید مکان هستن. و قید شک شاید بیاید. من گفتم این راشی فعل گندی، شاید ای قید شد ولی شک است آیا میای یا نمیای. این علت را پرسان میکنه چرا ولی زی فعل شد ولی قید شد، ولی اینجا ضمیر نیست. به خاطر چی؟ به جای اسم نآمده، حالت یک فعل را بیان کرده. این وضعیت زود بیاد، تیز رازه فعل شد، زود چی شد؟ این وضعیت را بیان کرده. هرگاه اینمی قیدها آمد ای را اصلی میگم، یا آن قیدها که گردان نمی شود. غیر اصلی آن قید هاست که گردان می شود. اگر قید به مذکر و مؤنث گردان شد شکل خود تغییر داد، او را غیر اصلی، اگر گردان نشد او را اصلی میگم. میاییم ای بود بخش گرامر. حالا میاییم به بخش نحوه. وقتی که نحوه شروع میکنم، نحوه جمله شناسی است، جمله پوهنه ده.